يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین و بعد. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش و خرم و سر حال بوده باشید عزیزان و سروران گرامی. این دم شما برنامه لحظه های آسمانی را از شبکه جهانی وصال حق تماشا میکنید. باز هم خرسند هستم که مهمان کانون های گرم شما عزیزان هستیم. عزیزان و سروران گرامی، رمضان رفت و گذشت، یکی دو روزی دیگر بیش نمانده دیگه. انشالله که طاعت و عبادت و مطمئن هستم که الله متعال طاعت و عبادت شما را قبول فرموده و به طفیل طاعت و عبادت شما توبه و طاعت و عبادت ما را هم قبول میکند و کرده. این دم در استودیو با من جناب استاد فضل حق سلیمانی تشریف دارد. در نخست اجازه بدید که سلام و احترامات شما و خودم را تقدیم ایشان نماییم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد کریمی عزیز و همچنین خدمت امیرندگان عزیز و ارجمند. و بنده هم مانند شما امیدوارم که الله متعال طاعت و عبادات همه بینندگان عزیز و ما و شما و همه امت اسلامی رو در روزهایی که از ماه مبارک رمضان سپری شد مورد قبول خودش قرار داده باشه و در این دو سه روزی که باقی مانده است نهایتاً است فرصت ماه مبارک رمضان اونگونی که شایسته است به ما توفیق بده تا از این فرصت هم استفاده بکنیم. جزاک الله خیر جناب استاد. جناب استاد، رمضان هم در حال سپری شدن هست و رخت سفر را بربسته این ماه مبارک. تا رمضان دیگر خدا میدانه که کی زنده و کی مرده، که تا رمضان آینده آیا حیات داریم یا نداریم. در یکی دو روز اخیری که مانده انسان باید چی بکند و چی باید کرد؟ الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. یک شعری رو به خاطر آوردم: از فراق سخت میگویی سخن، هرچه خواهی کن ولیکن این مکن. فراق و دوری از عزیزان و دوستان سخت است. انسان وقتی که از عزیزی از دوستی جدا میشه اشک بر چشمان انسان جاری میشه، بغض گروی انسان رو میگیره و قلب انسان به تپش میفته. اگر زبان خودش رو بتونه کنترل بکنه و ناله نکنه خیلی تحمل کرده. چه عزیزی زیباتر، چه عزیزی بهتر، چه دوستی عزیزتر از رمضان. اون روزهایی که رمضان داشت می آمد خوشحال بودیم. الان صحبت از رفتن رمضان انسان رو ناراحت میکنه. چون رمضان ماه برکت و رحمت الله تعالی بود. رمضان ماهی بود که هنوز من ادامه داره، تمام نشده. ماهی است که الله متعال بندگان خودش رو یک فرصت ویژه میده. چقدر زیباست این شبها و روزها وقتی میبینیم که مساجد مملو از جمعیتن، پر از جمعیت. چقدر زیباست وقتی در نماز صبح صفهای مسجد به حدی پر میشه مسجد که جایی برای نماز گذارا نیست. خیلی زیباست این احساس. در دل شب، در تاریکی، همه آمدن خرد و کلان و جوان و پیر در مسجد جمع شدن عبادت میکنن. همه روزه دارن، تشنن، منتظر افطارن، همه با هم در یک لحظه سر سفره می نشینن. الان در امت اسلامی جاهایی که هنوز شب غروب نکرده همه منتظر افطارن، جایی که غروب کرده منتظر
تراویحن، جاهایی که تراویح تمام شده منتظره، تهجدن، سحری‌اند. این حس و حال خیلی زیباست. فضای عجیب و فضا زیبایی. فضا یکی از زیبایی ها این هست که همه با همیم. کل امت آستین بالا زدن و همت کردن، کمر همت بستن، مخصوصا در این شب‌های آخر، این فرصت‌های آخر تا استفاده بکنن. کل امت اسلامی همه با هم بسیج شدن. 2 میلیارد انسان روی زمین و میلیاردها ملک در آسمان و تعداد جن‌ها هم بیشتر از این، از انسان‌ها حداقل بیشترن، مشغول عبادتن. رمضان چند روزی باقی مانده و باید بشینیم فکر بکنیم آیا تا به حال من در رمضان توانستم اون هدفی که از رمضان داشتم برآورده کنم یا نه؟ رمضان یک فرصت بود برای پاک شدن، یک فرصت بود برای شستشو، برای خالص شدن، برای بازگشتیم. هممون در رمضان بازگشتیم به حد توان خودمون و به حد شخصیت خودمون، ایمان خودمون بازگشتیم. هر کس به اندازه خودش یک قطره از این بحر گرفت. آب دریا گر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. در این فرصت ها سعی کردیم برگردیم، اما مهمترین چیزی که باید در این چند روز باقی مانده، 2 روز نهایتاً، شاید 3 روز، ما باید مد نظرمون باشه اینه که آیا اونگونه‌ای که باید برگشتیم یا نه؟ برگشتن به چی؟ به پیش الله تعالی. والله یرید. الله میخواد. چی میخواد؟ الله که مالک آسمان ها و زمینه. چی میخواد الله؟ من میگم استاد کریمی میخواد. خب میگن استاد کریمی یه چیزی میخواد، حالا انسانی است بالاخره نیازهایی داره میخواد. من میگم استاد کریمی میخواد، خیلی ذهن ها میره سراغ خیلی از موارد مادی. شاید فلانی میخواد. چی میخواد؟ در حد نیازهای انسانی خودش میخواد. وقتی میگم والله یرید، الله میخواد، اراده دارد. الله چی میخواد؟ الله از بندگان خودش یه چیزی میخواد. الله از من میخواد، از شما میخواد، الله از بینندگان عزیز میخواد، از ما همه میخواد. یه چیزی میخواد از ما. اون چی باشه؟ در این رمضان، بلکه در طول سال میخواست، در طول زندگی میخواد، در رمضان به صورت خصوص میخواد. در این لحظات پایانی، روزهای پایانی، ساعتهای پایانی به صورت باز خاص از ما میخواد. والله یرید. الله میخواد از شما. چی میخواد از من الله که منو خلق کرده، من رو آفریده، از من چی میخواد؟ والله یرید ان یتوب علیکم. الله میخواد که بازگرده به شما. الله میخواد توبه کنه. توبه، الله یرید ان یتوب علیکم. یتوب، توبه کند. الله میخواد توبه کنه. این تحت لفظیشه، معناش شرح میدم یعنی چی. الله میخواد که توبه کنه به شما. توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشت. الله میخواد که بازگرده به سمت شما. این یعنی چی؟ یعنی الله میخواد درهای رحمتش رو به سمت شما باز بکنه. الله تعالی میخواد تا دوباره شما بنده های خوبی بشید. الله میخواد تا توی بنده برگردی، تو توبه بکنی. اما چون خود توبه توفیق میخواد، چون خود توبه یک نعمتی است از الله تعالی، از الله شروع میشه توبه. بازگشت. توبه یعنی بازگشت. پس از خلال صحبت‌های شما مشخص شد که موضوع برنامه امروزی ما توبه است. چه موضوعی مهمتر از این در این روزها؟ چه موضوعی مهمتر از بازگشت؟ آیا در این چند روز باقی مانده مناسب نیست که ما بیاییم درباره آنچه که الله از ما میخواد؟ الله از ما میخواد بازگردیم و چون این بازگشت رو خودش بعد به ما توفیق بده، به خودش نسبت داد. الله میخواد که برگرده به شما. ازش بخواید. شما از خدا بخواید که شما رو توبه نصیب بکنه. توبه نصیب بکنه یعنی بازگشت نصیب بکنه. یعنی توی بنده‌ای که در غیر رمضان
و حتی شاید در رمضان هم یه کمی بیمهری کردی، نه خیلی بیمهری کردی با الله تعالی، بنده خوبی نبودی، گناه کردی، کوتاهی کردی، شاید روزت هم نتونستی بگیری یا نخواستی بگیری، دقیق تر بگم حالا نتونستی، مریض نمیتونه بگیره، مقصرم نیست، به کس نمیخواد بگیره. نمازات رو اونجوری که باید بخونی حتی در رمضان هم نتونستی خوب بخونی. الان که جشنواره عبادت، فصل عبادت، نتونستی، نکردی این کار رو، شب و روزهات رو، فرصتت رو غنیمت نشمردی. هر کدوم بشینیم فکر کنیم. من 27 شب گذشت، شب 27 هم رفت، 28مین روز هم داره تموم میشه، شاید بعضی جا الان تموم شد، 27مین روز هم داره تموم میشه. و آیا تونستم برگردم یا نه؟ آیا من راضی بودم از عبادتام، از نمازام راضیم، از روزم راضی بودم، از تلاوتم راضی بودم، از ذکرم راضی بودم، از رابطه خودم با الله تعالی راضی بودم یا نه؟ الان دیگه من بعد از 27 روز در رمضان، یه دوره 27 روزه تمرینی، قلبم وقتی اسم الله گرفته میشه باهاش، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمن کسی که وقتی نام الله تعالی گرفته میشه قلبش میلرزه. من شدم اینطوری یا نه؟ این قلب من وقتی نام الله میاد، اگه پیش یک کسی نام یکی دوستش رو بگیرن، یکی از خیلی شیفته و شیدا، یک نخبری است، عاشق شده بهش است، تا میگم فلانی، این لپاش گل میندازه، خوشحال میشه، قلبش به تپش میافته. یک ضرب مثل روسی هست، میگن اگر اسم کسی رو پیش شما گرفتن دلت تپید، بفهم که عاشق شدی با اون شخص. اگر نام الله، قرآن میفرماید مؤمن کسی که نام الله تعالی رو پیشش وقتی میگیرن قلبش میلرزه، به تپش میافته. آیا من اینطوری شدم یا نه؟ اصلا روزه به خاطر چی بود؟ لعلکم تتقون، تقوا برسید. تقوا یک نیروی درونیه، یک نیروی درونی، پلیس درونی که ما رو به این سمت میکشونه. اگه شدم که خب، اگه نشدم چی؟ باید خودمو بشورم، باید قلبمو بشورم، تجدید نظر کنم، قلبمو باید بشورم. قلبم هنوز آلوده است، بوی خوبی نمیده. وقتی انسان وارد یک فضایی میشه بوی بدی احساس میکنه، این بوی یک مصدری داره، یک مشکلی هست اینجا. تا این رو شما بیرون نکنی بوی خوش نمیگیری. هر چقدر عطر استفاده بکنی بازم اون بوی اون اذیتت میکنه، اون بوی اذیت میکنه. اگه من الان از ایمان خودم بوی خوبی احساس نمیکنم، یعنی چی؟ لذت نمیبرم از عبادتم، لذت نمیبرم از روزه گرفتنم، لذت نمیبرم از نماز خوندنم، لذت نمیبرم از سجده کردنم، لذت نمیبرم از عبادت کردنم. یه مشکل اینجا هست. یه جارو باید گرفت اینجا رو تمیز کرد، یک سطل آب باید گرفت اینجا رو شست، سیقل زد. اینو ما اسمش میذاریم چی؟ توبه یعنی همین. توبه یعنی یه جارو بگیری قلبت رو جارو بزنی، یه آب پاش بگیری آب پاشتیش کنی، یک مایه شستشو بگیری و بشوری قلبت رو، سیقل بدی، برق بزنه، لذت ببری خودت ازش. توبه، الله متعال هیچ چیزی رو بیشتر از توبه دوست نداره. یعنی چی؟ بازگشت. الله خیلی بازگشت رو دوست داره، یعنی خیلی مهمه. الله خیلی دوست داره که بنده هاش بازگردن به سمت اون. از مهمترین ویژگی های دین عزیز اسلام توبه است. ما یک سوره در قرآن داریم به اسم توبه. سوره بزرگی هم است. در قرآن آیات فراوانی درباره توبه است. الله میفرماید ان الله یحب التوابین. سبحان الله. الله تعالی دوست داره اینا رو. تواب رو دوست داره. کسی که توبه میکنه. کسی که توبه میکنه یعنی چی؟ از چی توبه میکنه؟ از گناه توبه میکنه. این به معنی نیست که این آدم گناهکار نیست. گناهکار هست. رسول الله فرمود همه بچهای آدم گناهکارن. همه انسان‌ها گناه میکنن. ولی که به زعم خودش گناه نکرده، ولی همه خطاکارن. و خیر الخطائین التوابون. بهترین این خطاکار کیه؟ اونی که توبه میکنه. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. همه شما توبه کنید، دست جمعی توبه کنید. توبه کنید به سمت الله تعالی
در مجموع همه برگردید به سمت الله تعالی همتون. نفهم بود فقط گناهکارای این امت، جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنان. توبه فقط مال گناهکار نیست که، توبه فقط مالی نیست که من فکر بکنم خب من که وضعم خوبه الحمدلله بشینم بگم من که نمازام میخونم، روزم میگیرم، قرآنم میخونم، گناههای کبیرم که انجام نمیدم، پس من که نیازی به توبه ندارم. دیگه وقتی گناه نکردم نیازی به توبه ندارم. این خودش یک گناه، خود همین یک گناه، خود این تصور که من فکر میکنم گناه ندارم خودش گناه است. خود این نیاز به توبه داره. همه باید توبه کنن، حتی خواص امت. رسول علیه السلام میفرماید که من توبه بکنید، استغفار بکنید که من روزی بیش از 100 بار توبه میکنم. سبحان الله. مگر رسول الله گناهی داشت؟ اصلا. همه باید توبه کنیم، یعنی برگردیم به سمت الله تعالی. و توبوا یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، برگردید پیش الله تعالی، برگردید توبه نصوحا، یک توبه جانانه مردانه. برگردید پیش الله تعالی. الله متعال نمیخواد تا بندگانش در پریشانی باشن، در غم و غصه باشن. خیلی از ماها وقتی قرآن رو باز میکنیم در مقابل صفحات تو قرآن در داخل قلب خودمون مقصر میدونیم خودمون رو، خجالت میکشیم، پیش خودمون خجالت میکشیم. وقتی جلوی آینه نگاه میکنیم خودمون رو نگاه میکنیم، وقتی انسان خودش رو نگاه میکنه یاد گناهانش میفته، از خودش خجالت میکشه. خیلی از ماها خسته شدیم از گناه کردن، خسته شدیم. واقعا بعضی وقتا انسان از گناه خسته میشه، میبره روز و شبش همش پریشانه، نگرانه، آرامش نداره، لذت‌های آنی رو تجربه میکنه اما بعدش همون آش و همون کاسه است، بدتر از اون بهش دست میده. چیکار باید کرد؟ خلقش تنگ میشه، عصبانیه، پریشانه، نگرانه. باید چیکار کرد؟ مثل اون کسیه که لباساش بوی بدی میده، عرق کرده بدنش، چند مدت نرفته حمام، هر جا رفته یه چیزی ریخته روش، هر جا رفته یه لجنزاری ریخته روش، یه چیزی بدش میاد. راه حلش چیه؟ برو خودت رو به شستشو بده، یه شستشوی جانانه. این لباس نامرتب و ناپاک رو در بیار، یک لباس جدید آماده کن، برو زیر آب زلال خودت رو بشور. در توبه باید با آب چشم انسان گناهی که در قلب هست رو شست. با توبه باید این لکه‌هایی که روی لباس تقوای بدن است پاک کرد. والله یرید ان یتوب علیه. الله میخواد که شما توبه بکنید. در این روزها بیشترین چیزی که الله تعالی دوست داره توبه است. ان الله یحب التوابین. الله تعالی توبه کاران رو دوست داره و یحب المتطهرین، و همه اون کسانی که توبه میکنند رو الله تعالی دوست داره. چقدر الله تعالی خوشحال میشه از توبه بنده خودش. رسول الله فرمود وقتی که یک نفر میره در بیابان کسی تجربه کرده باشه، سفر در بیابان سخته، مخصوصا در گرما، آفتاب صاف میتابه روی کله انسان، مغز انسان جوش میخوره. اصلا وقتی تنها هم باشی یک سواری داشته باشی، سواری نعمت تو بیابان. و سواری رو سوار داره میره، آب داره، غذاش هم داره، سواری هم داره. خودش اگه خسته است، شتر مخصوصا به اسم کشتی صحرا معروفه، کم نمیاره، ماشاءالله میره یک هفته دو هفته. یک دفعه خسته میشه، زیر یک درختی بخواد استراحت میکنه، سواریش رو میبنده، بعد زیر همین سایه نشسته که یک دفعه چشم باز میکنه، نه سواری هست، نه آب هست، نه غذا، همه چی رو با خود برده رفته. بیابان برهوت، تا فاصله صدها کیلومتر هم انسانی نیست، آبادی نیست، آبی نیست و غذایی نیست. الان مونده چیکار بکنه؟ و طاقت بدن همون قدر نیست که بتونه پیاده بره این همه مسیر رو، جایی رو پیدا بکنه. این یعنی مرگ. این انسان ناامید میشه از همه جا، یک تلاشی میکنه این ور اون ور میره اما به نتیجه نمیرسه. تو این گرما میفته، یک گوشه‌ای میپذیره که مرگش نزدیک شده، با ناامیدی دراز میکشه دیگه، الان منتظر مرگه. به یک باره چشم تو همین خواب میره، دوباره چشم باز میکنه که میبینه سواری بالا سرش وایستاده با آب و غذا. اینقدر خوشحال میشه که میگه اللهم انت عبدی
و انا ربک. سبحان الله. برعکس. خدایا میگه خداوندا تو بنده منی، من خدای تو هم. از خوشحالی اخطأ من شدت الفرح. رسول الله فرمود از شدت خوشحالی اشتباه میکنه اصلا. به خدا میگه تو بنده منی. زبانش برعکس میچرخه. رسول الله فرمود و والله الله متعال بیشتر از این خوشحال میشه. یک کمی روی این صحبت کنیم. اون احساس خیلی احساس قشنگیه نه؟ چقدر انسان خوشحال میشه وقتی که داره از مرگ نجات پیدا میکنه. خیلی خوشحال میشه. الله کیه؟ خالق آسمان ها و زمینه. الله خوشحال میشه از کی؟ از یک بنده گناهکار، گناه کرده، معصیت کرده، در خلوت خودش عبادت نکرده، عبادت رو اونجوری که باید انجام بده انجام نداده. این انسان نماز نخونده، قرآن بلد نیست، چشمش پاک نبوده، دستش درست نبوده، دزدی کرده، برای که دزدی کرده باشه، زنا کرده. زنا گناه بزرگیه، میترسه آدم ازش، برای این که زنا کرده باشه. 1 بار، 10 بار، 100 بار، کل عمرش ولو اصلا کارش این بوده، ولو این که کارش این بوده باشه. بنده است، گناه کرده، الان توبه میکنه، الان دیگه خسته شده، میخواد برگرده، ولو این که 50 سالش، 90 سالش، 90 سال گذشته زندگی رو فقط گناه کرده. الان خسته شده، از بار گناه کم آورده، در تنهایی خودش میخواد بنده خوبی باشه. میبینه بعضی چقدر زندگی آرومی دارن، عبادت میکنن، توبه میکنن و الله هستن. الله از توبه این گناهکاری که یک عمر گناه کرده انقدر خوشحال میشه که اون انسانی که تو بیابان گم شده بود انقدر خوشحال نمیشد. سبحان الله. آیا حالا وقتی الله انقدر خوشحال میشه، انقدر خوشحال میشه یعنی چی؟ یعنی زندگی این طرف متحول میشه، زندگیش عوض میشه، یک زندگی جدید شروع میکنه، تازه متولد. ولو اینکه این انسان گناهی کرده باشه به بزرگی قتل انسان دیگری. بحث توبه یک بحثی است که اصلا الله متعال هیچ جای ناامیدی برای کسی نگذاشته. ولو اینکه انسان کشته باشه، این یک باب واسع است. خون ریختن خیلی گناه بزرگه. الله متعال میفهمد ولو اینکه انسان کشته باشه، انسان کشته باشه، انسان به عمد، نه که اشتباهی، عمدن رفته کسی رو زده کشته، اشتباه کرده، الان پشیمانه، الان پشیمانه، کشته، قاطی کرده، دیوونه بوده، حماقت کرده، زده کشته، عمدن هم کشته، نه 1 نفر ولو 100 نفر کشته باشه. رسول الله فرمود یکی بود در بنی اسرائیل 99 نفر کشته بود، 99 نفر. الله تعالی میفرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی که 1 نفر رو بیگناه بکشه، 1 نفر رو بیگناه بکشه، انگار که کل جامعه انسانی رو کشته باشه. انقدر گناهش سنگینه. ولو همچین گناه سنگینی 99 بار تکرار شده باشه که این انسان تکرار کرده بود، 99 نفر رو کشته بود، خسته شده بود. بعضی وقتا انسان زیر بار گناه کم میاره، خود انسان واقعا خسته میشه، یک لذت‌های زودگذری رو تجربه میکنه، بعدش پیش خودش میشینه فکر میکنه چرا این کارو کردی؟ نفس لوامه داره، سرزنشش میکنه، هر دم گریه میکنه، پیش خودش اشک میریزه، خسته است. این انسان الله تو اینو دوست داره. خود همین پشیمانی قشنگه بر الله تعالی. الله متعال این بنده رو این احساس رو بهش داده بود. 100 نفر 99 نفر رو کشته بود. گفت که به یکی گفت من میخوام توبه کنم. گفتم برو پیش فلانی. پیش کسی رفت که عبادت میکرد اما علم نداشت. عالم نبود. عابدی بدون علم. شناخت خیلی مهمه در دین. علم. چون وقتی کسی نمیدونه چطور عبادت بکنه زود گمراه میشه. آمد گفت من میخوام توبه کنم. گفت چیکار کردی؟ گفت آدم کشتم. آدم کشتی؟
گفت آره 99 تا آدم کشتی، میخوای توبه کنی؟ من یکی نکشتم، هنوز امید ندارم که الله تعالی، من امید ندارم که منو ببخشه، من که یک آدم نکشتم، میترسم الله تعالی منو نبخشه. تو 99 تا آدم کشتی، تو رو میبخشه؟ برو، اصلا الله تعالی تو رو نمیبخشه. بعضیا متاسفانه میشن نماینده الله، فکر میکنن که بعضی متاسفانه در لباس بسم لباس دین میگیرن به خودشون. جوانی اومده پیشش، جوانی میاد داخل مسجد میخواد نماز بخونه، مدل ریشش هم اصلا هر جوری که دوست داره مدل ریش داره، موهاش اصلا مدل عجیب و غریب درست کرده، ریش داری یا نداره، لباسش لباسای عجیب و غریب پوشیده، نصف شلوارش از این طرف پاره است، مثل مد مارک داره، چند تا لباس شکل‌های عجیب و غریب رو دست صورتش کشیده. این آمده الان تو خانه الله، تو خانه تو نیومده که، خانه الله آمده، به الله تو مسجد آمده. مسجد خانه الله تعالی است، خانه توی امام نیست که، خانه الله تعالی است. آمده پیش خدای خودش، نه پیش تو. الله تعالی به تو یک منت گذاشته که اینجا امامت اینها رو به عهده گرفتی، اما تو نیومده پیش تو از تو توبه بخواد، از تو بخشش بخواد. بنده الله تعالی اومده در خانه الله تعالی میخواد توبه بکنه. چرا میرانیش؟ چرا ناامیدش میکنی؟ بله اینکه این بنده آدم کشته، بله اینکه این بنده بد کرده، زنا کرده، کل عمر زنا کرده، ولی که زنا کرده باشه، چه مردی چه زنی، الان وقت توبه اومده توبه بکنه، خلاص اومده برگرده. گفت من امید ندارم الله تعالی مرا بخشه، تو 99 تا آدم کش، هرگز تو رو نمیبخشه. گفت نه. گفت باشه، حالا که 99 تا رو کشتم، تو رو میکشم، بشه 100 تا دیگه، کامل شه، 100 تا روند بشه. اینم زد کشت. رفت، باز پشیمان شد. گفت تا کی نه. گفت من دیگه خسته شدم، ادامه نمیدم. گفتم برو پیش فلانی عالمی است اونجا. رفت پیشون، گفت که من میخوام توبه کنم. گفت خوش آمدی. گفتم ما گناهام خیلی زیادن. گفت که مگر چیکار کردیم؟ گفت من 100 تا آدم کشتم. فهل من توبه، راهی هست که من توبه کنم. 100 نفر کشتم. اون انسان گفت کیه که در توبه رو جلوی تو بسته باشه؟ کیه که در توبه رو بسته باشه؟ الله. یکی از نام‌های الله تعالی چی است؟ تواب. خیلی توبه پذیر، خیلی توبه قبول میکنه، خیلی زیاد که حد نداره. 100 بار اگر توبه شکستی بازار، 100 بار کمه، 1,000,000 بار اگر توبه شکستی بازار، 1,000,000,000 بار به والله اگر توبه من شکسته بشه، 1,000,000,001 بارش هم باز برمیگردم، چون طرف من تواب است. چون لا ملجأ من الله الا الیه. هیچ دری پیش الله تعالی جز خود الله تعالی نیست. کجا باید پناه برد؟ از غضب الله تعالی جز به رحمت الله تعالی، از خشم الله تعالی جز به رؤوفیت الله تعالی کجا میشه پناه برد؟ گفت کیه که تو رو نبخشه؟ توبه کن. اما الله تعالی تو رو میبخشه. این جمعی که هستی اینها انسانهای خوبی نیستن، برو یه جای دیگه زندگی کن. هم نشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و مردم شد. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. همنشین خیلی تاثیر داره. همنشینی تو عوض کن، آدمی خوب پیدا کن. با دیگ بشینی چی میشی؟ سیاه میشی. با ماه بشینی ماه میشی. تو عطاری بری بوی خوش میشنوی. عطر فروش بری حداقلش اینه که بوی عطر بهت میرسه. رفتی داخل آهنگری حرارت تو رو اذیت میکنه، بوش اذیت میکنه، سر صدا تو رو اذیت میکنه، لباست هم آتیش نگیره، تیره میشه. برو جای دیگه. رفت حرکت کن. انسان یه 100 نفر کشته. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که خیلی گناهکاریم. یکی از حربه هایی که شیطان برای ناامید کردن ما استفاده میکنه، یکی از سلاح‌های خطرناکی که شیطان بر علیه انسان استفاده میکنه اینه که بنده ای رو میاد ناامید کنه از الله تعالی. ناامیدی کفر است. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. از رحمت الله تعالی و بخششش جز کفار کسی دیگه ناامید نمیشه. نباید ناامید شد. هر کی میخواد باشه. 1000 نفر 100 نفر رو کشت، برای اینکه 100 نفر کشته باشی. ولی اینکه 100 نفر قصاص هم نگرفتن، نه دیه براشون داده شده، نه قصاص گرفتن، نه بخشیدن. اینو بحث شوخی نیست.
اونا نبخشیدن، خانواده مقتولین نبخشیدنش، اما این میخواد پیش اللهی بره که خالق همه اونهاست، میگه منو ببخش. توبه میکنه، وسط راه میره، مرگ به سراغش میاد، ملک مرگ میاد، ملک الموت میاد، جانش رو میگیره، میفته. الان ملائکه عذاب میان از یک طرف و ملائکه رحمت میان. ملائکه عذاب میان که این قاتل 100 نفر رو ببرن به دوزخ. ملائکه رحمت میان که این انسانی رو که توبه کرده ببرن به سمت جنت. این دو گروه با هم میان، اینا میگن نه باید بره دوزخ، اینا میگن نه باید بره جنت. الله تعالی ملک دیگری رو به شکل انسانی میفرسته بین اینها حکم بشه. میاد میگن که میگه کار چی؟ میگن اینجوری میگه کاری کنید، ببینید به کدام سرزمین نزدیکتره، به جنت از اونجایی که حرکت کرده، از اون محلی که حرکت کرده بود، این خواست بره شهر دیگری زندگی بکنه، بهش گفته بود اون عالم برو جای دیگه زندگی کن، با انسان‌های صالح و خوب زندگی کن، در بین راه مرد. گفت ببین به اون شهری که می‌خواسته بره ببینید نزدیکتر یا اون شهری که حرکت کرده. اندازه گرفتن، الله تعالی به اون شهری که می‌خواست بره گفت فرمان داد که نزدیکتر شو، فاصله رو نکن. یک وجب این طرف نزدیکتر بود تا اون طرف، بردنش بهشت. 100 نفر کشته بود. 100 نفر کشته بود. 100 نفر کشته بود، به الله رجوع کرد و الله به بهشت بود. اگه کسی بپرسه خب این 100 نفر خونشون چی میشه؟ اینا که نبخشیده بودن، حق الناس مگه نیست؟ حق الناس چی؟ بله حق الناسه. این انسان الان واقعا میخواد که توبه کرده، میخواد برگره پیش الله تعالی، از دستش بر نمیاد که راضی بکنه اونها رو، میره پیش الله تعالی تا الله تعالی خودش اونها رو راضی کنه. روز قیامت الله تعالی به راحتی میتونه اونها رو راضی بکنه. آیا برای الله تعالی سخت است روز قیامت همه این 100 تا قاتل مقتولی که کشته شدن رو بیاره و اونها رو راضی بکنه؟ اصلا سخت نیست. وقتی الله تعالی بخواد اونها رو راضی میکنه. الله تعالی رسول الله فرمود اینو بردن به جنت. بردن به جنت یعنی چی؟ یعنی گناه اون 100 نفر تموم شده کاتش. پاک شد دیگه. اگه پاک نمیشد که چطور رفت جنت؟ الله تعالی بندگان خودش رو میبخشه هر وقت که به سمت او مراجعه کنن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. در سوره زمر آیه 53 الله تعالی میفرماید ای پیغمبر من مژده بده، بگو به همه کسانی بندگان من که شما ظلم کردید به نفسهایتون، ای کسانی که بنده های من یا عبادی. اول تعبیر وقتی شروع میشه خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. بگو ای بندگان من الله، توی گناهکار هر چقدر بدی بنده منی، بازم اختیار تو دست منه. این یای نسبت، این نسبت دادن به الله تعالی از ابتدا این تعبیر خیلی لطیف شروع میشه. تو گناه کردی، تو کافر بودی، تو مشرک بودی، تو ظالم بودی، تو فاسق بودی، تو فاجر بودی، تو کل زندگی یک رکعت نماز نخوندی، هیچ عبادت نکردی، خیلی بد بودی، اصلا کلا تو بودی نماد شر و بدی. سر و پا شر، سر تا پا شر بودی، ذره خیر در وجودت نبوده. توبه کردی؟ به اینها بگو، به اینها بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردن بر نفسهای خودشون، خیلی دیگه زیاده روی کردن، در گناه غرق. یکی گناهکار، یکی دیگه در گناه هم شورشو در آورده. گناهکارای دور برش میگن تو دیگه، به تعبیر خودمونی برج بزنیم میگن دیگه تو گندشو در آورده. این تعبیر مثلا خود گناهکارا در حیرت موندن از این آدم که تو دیگه کجا چه کار میکنی. شاید شیطان هم در حیرت باشه. این آدم را الله تعالی خطاب میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا نشک یک دفعه تو ناامید بشی از رحمت الله تعالی. تو هم ناامید نباش. نشک ناامید بشی از رحمان و رحیم ها. نشه تو از رؤوف و غفور ناامید بشی یک باری. توی که قد شر داری. خدایا من یک عمر بدی کردم، من آدم کشتم، من بد کردم، من فسق و فجور کردم، من این گناهان رو کردم. هر چه که میخوای کرده باشی کرده باش، ولی باز هم لا تقنطوا من رحمت الله. من خیلی گناه کردم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله تعالی همه گناهان رو میبخشه. جزاکم الله خیر جناب استاد. اگر اجازه باشه یک من برنامه کوتاه بگیریم. بینندگان عزیز یک من برنامه کوتاه میگیریم و زود پس برمیگردیم. با ما باشید. جزاکم الله خیر. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي إلا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. و گناهکارانی که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند، الله بدیهایشان را به نیکی تبدیل می کند و الله بسیار آمرزنده و مهربان است. و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد، پس همانا او به سوی الله باز می گردد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. با سلام مجدد و خسته نباشید بینندگان عزیز و گرامی. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. یک شعری هست میگه که یا رب ار نگذری از جرم و گناهم چه کنم. یا رب ار نگذری از جرم و گناهم چه کنم. ندهی گر بدری خویش پناهم چه کنم. جناب استاد در مورد توبه صحبت میکردین، در مورد این آیه که به طرف الله رجوع بکنید و الله همه گناهان را میبخشد. آیا همه گناهان را الله میبخشد وقتی الله به الله توبه کند، انسان رجوع بکند، ولو که هر چقدر گناه داشته باشد؟ الله متعال در باره کسانی که توبه میکنن انقدر لطف داره به اونها که انسان دوست داره هر روز توبه بکنه، هر لحظه توبه بکنه. و بلکه رسول الله علیه السلام فرمود اگر شما گناه نکنید الله تعالی شما رو میبره قوم دیگری میاره که گناه کنن. خیلی عجیبه این روایت. گناه کنن، توبه کنن و الله تعالی اونا رو بخشه. تا گناهی نباشه الله تعالی چطور میبخشه؟ توابیت الله تعالی چطور نمودار میشه؟ چطور این هویدا میشه؟ الله متعال همه گناهان انسان رو میبخشه. و بلکه این انسانی که فکر میکرده خیلی انسان بدی است، این انسان انقدر محبوب میشه پیش الله تعالی، انقدر دوست داشتنی میشه پیش الله تعالی. و زیبایی توبه اینه که هم یک عبادت بسیار عظیمه و هم بسیار مختصر و ساده است. حج رو باید شما برن بشی بری سفر حج، ویزا بگیری، سفر بکنی، هزینه تحمل کنی. روزه رو شما باید روزه بگیری، صبح تا شب چی نخوری، نماز رو، اینا همه عبادت‌های عظیمی است. تقویت میکنه روحیه ارتباط انسان رو با الله متعال، توکل انسان رو، خود انسان رو میسازه. اما توبه یک ارتباط قلبی بین بنده و الله تعالی است. یک همت جانانه است که همین الان جوره این دوربین میشه انجامش داد. همین الان من میشینم با الله تعالی، خدایا رمضان 27 روزش داره میره، من اگه تو الان توبه نکردم اجازه نمیدم امروز آفتاب غروب بکنه و من جزء توابین پیش الله تعالی نباشم. من امروز باید سرنوشت زندگی خودم رو عوض بکنم. من که 100 نفر نکشتم،
وقتی الله تعالی کسی رو که 100 نفر کشته میبره به جنت، چرا من نبره؟ چرا من نرم به جنت؟ چرا به طرف الله نیایم که منو ببره به جنت؟ وقتی که یک کسی که عمری گناه کرده، کافر بوده، هر کفر داشته، شرک داشته، فسق و فجور داشته، دزدی داشته، سرقت داشته، توبه میکنه، من به حال اون حسرت میخورم اینایی که تازه مسلمان میشن، همینه وضعشون. پیرمردی 80 90 سالشه تازه مسلمان شده، میگیم خوش به حالش. چرا؟ توبه کرده فقط. چیکار کرد این 80 سال گذشته زندگیش؟ چیکار میکرد؟ توبه کرد. من بچه مسلمان چرا نباید از الله تعالی انقدر امید داشته باشم که معامله‌ای که با اون کرده با من بکنه؟ من که الله تعالی رو دوست دارم، من که قرآن رو دوست دارم. حداقل هر وقت قرآن رو نگاه کردم، اگر کوتاهی کردم در برابر قرآن، دوستش داشتم، تحمل نکردم توهین به قرآن رو. من که هر وقت چشمم به کعبه افتاد اشکم ریخت. من که هر وقت مدینه رو دیدم و مسجد النبی رو دیدم دلم پر کشید برای مسجد النبی. من که هر وقت رمضان اومد خوشحال شدم. من که بچه مسلمان بودم. من مسلمانم. من اگر گناهکارم الله رو دوست دارم. الله رو که دوست دارم. من چرا باید ناامید باشم؟ هیچگاه باید ناامید. صحابی شراب خورده بود. معصوم نبودن، اشتباه میکردن. آوردنش پیش رسول علیه السلام. اسمش عبدالله بود. بعضی بهش میگفتن حمار، یعنی الاغ. عرب ها عادت دارن غالبا کسی رو که خیلی کار میکرد تشبیه میکنن، اسمش حمار روش میگذارن. این آوردن شلاق بهش دادن. شراب خورده بود. بعد از تحریم شراب بردنش. دوباره چند روز بعد آوردنش. دوباره شراب خورده بود. دوباره زدنش. دوباره بردنش. دوباره آوردنش. شراب خورده بود. باز زدنش. یکی گفت که لعنت بر تو، چقدر تو این کار رو تکرار میکنی؟ چیزی که خیلی ساده است پیش ما گفتنش، یعنی احساس میکنیم کسی که در محضر رسول الله هر روز شلاق میخوره، چند روز بعد دوباره همین گناه رو تکرار میکنه، دوباره میارنش در ملأ عام، یعنی اگر مخفیانه میخورد کسی نمیفهمید. رسول الله چی فهمید؟ ببینید چقدر این تعبیر عجیب است. لعنت کردن کسی رو که شراب خورده، نه یک بار چند بار، توبه شکسته، آورده، گفتن لعنت به تو. رسول الله فرمود لعنتش نکنید. فوالله انه لیحب الله و رسوله. لعنتش نکنید که این الله رو دوست داره، این رسولش رو دوست داره. این گناهکار هست اما دلش برای کعبه پر میکشه. این گناهکار هست اما دلش برای مدینه پر میزنه. این گناهکار هست اما حاضر نیست اهانت به قرآن رو توهین بکنه. این گناهکار هست اما مسجد براش مقدسه، اما رسول الله براش مقدسه، اما شعائر الهی براش مقدسه. گناهکاره، درسته گناهکاره، دختر بدی بوده، زن بدی بوده، حجاب نکرده، پایبند نبوده، التزام نداشته، بچه بدی بوده، انسان بدی بوده، گناهکار بوده، اما مسلمانه. یک صحابی رو آوردن که این صحابی گناهی انجام داده بود که ما خیلی اون رو بزرگ میبینیم و بزرگ هست، واقعا بزرگ هست. زنا کرده بود. اسمش هست ماعز. این اشتباه از پیشش انجام شده بود. صحابی هم این که اشتباه ازش سر میزنه. معصوم نیستن. ببینید وقتی که صحابه که از اولیای الله تعالی هستن این اشتباهات از اونها سر میزنه، به این معنی است که هر انسان میتونه، انسان مؤمن احیانا، انسان مؤمن هم احیانا ازش گناهانی سر میزنه که گناهان بزرگی هستن، خیلی گناهان کبیره رو انجام میده، اما نباید ناامید بشه. این صحابی این گناه رو انجام داده، الان دلش ناراحت، پریشانه، مضطربه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. انسان مؤمن وقتی گناه میکنه آروم نیست، ناراحته. شیطان وسوسش میکنه، یه گناه میکنه بعدش پریشانه. خود این احساس پریشانی قشنگه، نشان اینه که هنوز یک چیزی زنده است، هنوز یک چیزی، این قلب هنوز زنده است، این قلب داره میتپه، هنوز این قلب ایمانی هنوز نمرده، هنوز کاملا. آمد به پیش رسول صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله طهرنی. نمیتونه تحمل بکنه، توبه میتونه بره توبه بکنه بین خودش و بین الله تعالی، اما احساس میکرد که بیشتر از این حقشه، باید خالصانه واقعا کاری بکنه که مطمئن بشه بخشیده شده. آمد پیش رسول الله، چون زن داشت، حکم کسی که شرعاً همسر داره و این گناه رو مرتکب میشه سنگساره. میدونه که سنگسار میشه. ببینیم این انسان آمده پیش رسول اعتراف به گناه میکنه و میدونه که زیر سنگ ها کشته خواهد شد، اما حاضره که سنگ ها رو تحمل بکنه بر سر و صورت خودش.
زیر این سنگ ها زخمی بشه و خونش ریخته بشه و بمیره، اما روز قیامت به پیش الله تعالی وقتی که میسته از بار این گناه پاک شده باشه، بدون گناه پیش الله تعالی بره. این ایمانه. ایمان میخواد، ایمان قوی. ایمان قوی میخواد. آمد یا رسول الله طهرنی، رسول الله صورتشو برگردوند. از اون طرف اومد یا رسول الله طهرنی، منو پاک کن یا رسول الله. رسول الله صورتشو برگردوند. از این طرف اومد یا رسول الله طهرنی، رسول الله صورتشو برگردوند. از اون طرف بار چهارم اومد یا رسول الله طهرنی، 4 بار. رسول الله فرمود ممن اطهرک، مما اطهرک، از چی من تو رو پاک کنم؟ گفت یا رسول الله زنیت، مرتکب این گناه شدم، زنا کردم. رسول الله فرمود ابیه جنون، دیوانه شده این آدم؟ اما گفتن یا رسول الله این دیوانه نیست، اشرب خمر، شراب خورده، مسته، نمیفهمه چی میگه. صحابی دهنشو بو کرد نه یا رسول الله چیزی ننوشیده. فرمود میدونی زنا یعنی چی؟ گفت بله یا رسول الله میدونم یعنی چی. گفت چیه؟ الان رسول الله دنبال چی میگرده؟ رسول الله هی داره میپرسه که تا این حکم اجرا نشه براش، یعنی برو توبه کن. تو نیازی نداری اگر گناه کردی و زنا کردی و آدم کشتی و هر کاری که کردی نیازی نیست بری پیش کسی اعتراف بکنی چون اللهه که تو رو میبخشه. و من یغفر الذنوب الا الله، اللهه که تو رو باید ببخشه. و این الله عظیم و عزیز و رؤوف و رحیم و رحمان و تواب تو رو هر جا که باشی میپذیره. برو نماز خودت رو بیانداز، همونجا در سجده توبه بکن و گریه بکن و با الله خودت در دل بکن، میبخشه تو رو. فرمود میدونی زنا یعنی چی؟ گفت بله یا رسول الله. آنچه انسان با همسرش انجام میده در راه صحیح و شرعیش با غیر همسرش انجام بده. فرمود چرا اومدی آخه؟ من وقتی پیش من اعتراف میکنی من مجبورم به اجرای حکم، من مکلفم. گفت یا رسول الله بار گناه بر من سنگین بود، منو پاک کن. فرمود سنگسارش کنید. ماعز رو بردن. ماعزی که احساس گناهش اون رو به جای رسوند که حاضره. ببینیم ما بعضی وقتها صفت منافق اینه که رسول الله فرمود وقتی گناه میکنه احساس عذاب نمیکنه از گناهش. این خیلی خطرناکه. وقتی انسان گناه میکنه و احساس ناراحتی بعد گناه بهش دست نمیده، یعنی قلب دیگه مرده. دوباره باید یه قلب جدید متولد بشه. این باید خیلی نگران باشه. این شخص باید بیاد یک توبه جانانه بکنه، از اول ایمان بیار. اصلا فرمود منافق مثل اینه که گناه که میکنه مثل یک مگس یک رو دماغش بشینه اینجوری میکنه. اما انسان مومن مثل اینه که کوه رو دوشش گذاشته باشه، نمیتونه تحمل کنه. آمد زیر سنگ ها کشته شد. 2 گروه شدن صحابه. یک عده گفتن مات میتة الکلاب، مثل سگ مرد. یک عده دیگه گفتن خوشا به حالش، چه توبه جانانه ای کرد. گذشت. چند روز بعد رسول علیه السلام فرمود استغفروا لماعز. رسول الله علیه السلام در جمع نشسته برای این آدم گناهکار. الان ما اگر دست ما باشه، خوبه که توبه دست انسان ها نیست. خوبه که توبه اختیارش دست انسان ها نیست. همین انسانی که این گناه رو بکنه، مردم با سنگ بزنن بکشنش و کشته بشه و سنگسار بشه، بعدش چی میگن؟ خوب شد مرد که فاسق فاجر، زنی که فلان شده. اما الله تعالی اینو نمیگه. چند تا بده بیاره. اما رسول الله اینو نمیگه. باید بترسیم از وقتی که خودمون رو از دیگران بهتر بدونیم. خیلی خطرناکه وقتی که من فکر بکنم از دیگران بهترم. و خطرناکتر از این وقتی که من فکر بکنم الله منو میبخشه دیگران رو نمیبخشه. خیلی خطرناکه. الله تعالی رسول الله فرمود استغفروا لماعز، برای ماعز استغفار کنید. والله لقد تاب توبة لو قسمت على اهل المدینة لوسعتها. به والله ماعز توبه‌ای کرده که اگر بر کل اهل مدینه اون زمان کم صحابه بودن و رسول الله بینشون بود، امهات المؤمنین بودن، اهل بیت اونجاست، اگر بر بین کل مدینه تقسیم میشد همه اینها رو از دوزخ نجات میداد. و در روایت فرمود ولو تاب توبة لو قسمت على امة لوسعتها. سبحان الله. چرا؟ الله دوست داره این آدما رو. این آدما رو دوست داره. الله انسان‌های توبه پذیر رو دوست داره. الله انسان‌های توبه پذیر رو دوست داره. رسول الله علیه الصلوة و السلام فرمود الله متعال
در 1/3 آخر شب نزول می‌فرماید به آسمان دنیا، نزولی که شایسته ذات اوست و می‌فرماید انا الملک انا الملک انا الملک، منم مالک آسمان ها و زمین، منم مالک آسمان ها و زمین، منم مالک آسمان ها و زمین. کیه که دعا بکنه تا اجابت بکنم؟ کیه که از من بخواد تا بهش بدم؟ کیه که از من طلب بخشش بکنه تا او رو ببخشم؟ آیا شده تا حالا یک بار این کارو بکنیم؟ بریم واقعا پیش الله تعالی به عنوان یک عاجز، مسکین، فقیر، گناهکار، محتاج سر به سجده بگذاریم، به اشک بریزیم و از الله تعالی بخوایم و دست خالی برگشته باشیم. شده یا نه؟ کردیم این کار یا نکردیم؟ مشکل ما اینه که نمی کنیم این کارها رو، بعد میگیم که الله تعالی چرا من نمیبخشه؟ خب تو خواستی که نبخشید. این درهای رحمت بازه، وقتی که انسان کوتاهی میکنه دیگه مقصر خودشه. رسول الله فرمود که الله متعال هر روز دست خود رو دراز میکنه، ابتدای روز لیتوب مسیء اللیل، تا گناهکاران شب توبه بکنن و هر شب دست خود رو دراز میکنه تا گناهکاران روز توبه بکنن. الله تعالی وقتی بخواد ببخشه همه گناهان رو میبخشه. سبحان الله. قتل کرده باشه میبخشه، زنا کرده باشه میبخشه. آیا گناهی بزرگتر از کفر و شرک است؟ نه. کفر و شرک رو وقتی میبخشه، همه گناهان رو که میبخشه به جای خود، عظیمتر از این تو میان برنامه یک آیه عظیم پخش شد. آیه 70 سوره فرقان، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. من میخوام از همه عزیزان این آیه رو بنویسن. آیه 70 سوره فرقان بنویسید، بزنید به در دیوار اتاقتون، به جای این عکسای این طرف اون طرف این آیه رو بزرگ بنویسید، بذارید جلوی چشمتون تا لذت ببریم از ارتباطمون با الله. هر لحظه ترجمهش در ذهن داشته باشید، ترجمهش رو بنویسید، حفظ کنید. مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. آیات قبل از کسانی صحبت میکنه که الله تعالی میفهمن مؤمنین کسانی هستند که زنا نمیکنن، شرک نمیکنن، قتل نفس نمیکنن. کسی این کارو بکنه گناه بسیار بزرگی داره، در دوزخ خواهد رفت مگر کسی که توبه کند، ایمان آورد و عمل صالح انجام داد. و اولئک، اینها کسانی هستند. در آیه قبلی در سوره مبارکه زمر آیه 53 الله تعالی فرمود همه گناهانش رو میبخشه. خیلی بحث بزرگیه، همه گناهان بخشیده شدن، یعنی پاک میشی. مثل طفل نازنین کوچولی وقتی به دنیا میاد، چون انقدر دوست دارین طفلای کوچولی رو؟ چون معصومن، بیگناهن، پاکن. انسان وقتی معصوم میشه دوست داشتنی میشه پیش الله تعالی. این انسان نه تنها الله متعال میفرماید که من گناهان رو میبخشم، در آیه 70 عظیمتر از این رو بشارت میده، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اونها رو من تمام گناهانشون رو از این طرف ترازو برمیدارم میگذارم اون طرف ترازو، همه رو تبدیل میکنم به نیکی‌ها. سبحان الله. گناه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این تمام گناهانش که بخشیده میشه، پروندهش پاک میشه، مثل طفل نازنین دوست داشتنی میشه به جای خود. خب حالا شاید کسی بگه من گناهانم پاک شد، من که الان خب این هم مردم نماز خوندن، روزه گرفتن، عبادت کردن، من عقب موندم تو این مسابقه، من هیچ الان قرضام داده شد، پولی ندارم. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. سبحان الله. من همه بدی های اونها رو تبدیل میکنم به نیکی ها. خیلی گناه کردی، 1 میلیون 1 میلیارد، الان 1 میلیارد خوبی داری. همه حالی که اصلا خوبی نداشتی ولی الله همه گناهانش هم بخشیده شد و او را تبدیل به خوبی کرد. من میگم استاد کریمی عزیز، ما چقدر گناه کردیم، هر کدوم از ما. خیلی یقینا. هر نفسی که بدون ذکر الله متعال میگذره یک معصیت است. ولی آیا گناهان ما بیشتر است یا رحمت الله متعال؟ یقینا که رحمت الله متعال بیشتر است. هر کسی که بگه من خیلی گناه کردم، چقدر گناه کردی؟ به اندازه آسمان زمین، به اندازه قطره قطره دریاها، به اندازه تمام این ستاره های آسمان، بیشتر از این؟ هر چقدر گناه کرده باشه انسان، آیا رحمت الله تعالی بزرگتر است یا گناه ما؟ رحمت الله یقینا که بزرگتر است. پس چرا ناامید میشیم؟ پس چرا توبه نمی کنیم؟ چرا؟ آیا اعتقاد نداریم به حساب کتاب؟
آیا اعتقاد نداریم به روز قیامت؟ آیا اعتقاد نداریم به اینکه میمیریم و نمیدونیم هم که کی میمیریم؟ نمیدونیم هم که کی. یکی از مشکلات به تأخیر انداختن توبه است. میگم حالا که فعلا وقت است، حالا طرف میگه باشه رمضان سال بعد، باشه حج سال بعد، باشه حالا فعلا بزرگ شدیم میریم حج. یکی از بزرگترین خطرهایی که شیطان سر راه ما قرار میده، الان اینجا در این مغازه جواهر و الماس ریخته بهت میگن آقا گونی پر کن ببر. کدوم انسان عاقلی میگه نه باشه فعلا من حالا بعداً میام، حالا فعلا وقت ندارم، روزی میام میگه فعلا میخوام برم رستوران غذا بخورم بعداً میام. کسی همچین حرفی میزنه؟ عاقل این کارو نمیکنه. انسانی که چند میلیارد بدهکاره، آقا کارخانه‌ای داشته ورشکست شده چند میلیارد بدهکاره، الان بیاد بهش میگن آقا جان این بانک، اینم خزانه بانک، میلیاردها هر چقدر دلت میخواد بردار برو بگی. میگه نه فعلا من وقت ندارم، من میخوام با رفیقم برم سینما، من میخوام برم فعلا خواهش خانم منتظر، میخوام بریم تفریح در سال. کی کدوم عقل سالمی این رو میپذیره؟ اصلا در رحمت الله تعالی بازه. الان رمضان، این فرصت هاست، باید گریه کرد، باید التماس کرد از الله تعالی بخوایم ما رو ببخشه. یکی از خطرها اینه که توبه ما چه موقع قبول نمیشه. این خیلی مهمه که بدونیم توبه، شرایط توبه خوب، چه توبه‌ای واقعا توبه خوبه، توبه ما چه موقع قبول میشه. توبه چند تا شرط داشته باشه. والذین اذا فعلوا فاحشة، الله متعال در صفات متقین در سوره آل عمران آیه 133 بعد صفات متقین رو بیان میکنه. متقین کیان؟ متقین یعنی بهترین متقین، تقوا پیشگان. این کتاب را الله تعالی فرمود هدی للمتقین، هدایت است برای متقیان. متقین کسانی هستند که تقوا دارن. جنت اعدت للمتقین، اصلا جنت برای متقین آماده شده. متقین رو الله متعال میفرماید والذین اذا فعلوا فاحشة، متقین وقتی گناه خیلی بزرگی انجام میدن، پس متقین هم گناه میکنن، گناه بزرگ هم میکنن. اذا فعلوا فاحشة یعنی گناه خیلی بزرگ. احیانا یک ولی از اولیای خدا هم یک گناه خیلی بزرگی ازش سر میزنه. اینطور نیست که اگر انسان گناه کرد پس بگه من پسترین انسان روی زمینم. نه، طبیعت زندگی است. نباید ناامید شد انسان. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم کردن، ذکروا الله. اولین شرط پذیرش توبه اینه که انسان بیاد الله تعالی بیفته، بیاد الله باشه. همین که انسان بخواد توبه کنه یا نه. اولین قدم پاک شدن چیه؟ الان من میخوام تمیز بشم. مثلا یکی از جنگل وقتی میاره، مثلا کسایی که گم شدن یا گروگان گرفتن، اولین کاری که میکنن چیکار میکنن؟ خودش میخواد تمیز بشه دیگه. نه منو نبرید، که طرف میگه آقا من نبرید حمام، نبرید سلمانی، من نمیخوام تمیز بشم. وقتی خودت نمیخوای خب مشکل چیکارت کنیم؟ انسان خودش باید بخواد یا نه؟ یاد الله همون خواستنه. با اخلاص. فقط من میخوام یا الله من میخوام پاک بشم، خسته شدم دیگه، بیشتر از این نمیخوام بنده بدی برات باشم. میخوام بنده خوبی باشم، میخوام جز اولیای تو باشم، میخوام جز محبوبین تو باشم، میخوام وقتی که اسم تو رو میگیرم تمام وجود من احساس خوشحالی و شادمانی بشه، میخوام لذت ببرم از ارتباط خودم با تو. مگه تو زیباترین نیستی؟ یک عاشق دختر خانه میشه، طرف کیف میکنه وقتی باهاش صحبت میکنه صبح تا شب. الله زیباتر یا مخلوقاتش؟ الله. من میخوام عاشق الله باشم. الله ثروتمندتره یا این تاجرای دنیا که نیم ساعت پیششون بعضی تملق و چاپلوسی میکنن تا چند ریال بهشون بده؟ الله قدرت داره، ثروت داره، زیبایی داره، علم داره، حکمت داره. دنیا و مافیا دستشه. ملک الناس مگه نیست؟ اله الناس مگه نیست؟ همه دنیا و مافیا مال اونه. من خودم میخوام پیش الله تعالی عزیز کنم، پیشش دوست داشتنی بشم. میخوام الله تعالی منو دوست داشته باشه. اگه دوست داشته باشه دنیا و آخرت برای من ضمانت میشه. من میخوام یاد الله تعالی با اخلاص و خواستن. دوم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، اعتراف به گناه. بیام بگم خدای منو ببخش، استغفار بکنم، استغفار بگم استغفر الله استغفر الله استغفر با قلب، نه که بعضی تسبیح دست میگن استغفر الله استغفر الله استغفر، داره فیلم نگاه میکنه، استغفر الله استغفر الله استغفر، این تمام استغفر الله، بیا اونا رو برنجا بزن، استغفر الله، اون غذا رو دیدن استغفر. این نیست استغفار. استغفار این نیست. استغفار اون صدایی که از قلب بلند میشه میره به آسمان، سقف آسمان رو میشکافه میره پیش الله تعالی و بعدش بخشش میاد پایین. استغفار اونی که تمام سلول های بدن من خشوع و خضوع و عجز میشه پیش الله تعالی. این استغفار. استغفار مال زبان نیست. استغفار با تمام سلول بدن من باید گفته بشه. من باید با تمام وجود، قلب من باید فریاد بزنه که خدای منو ببخش. این یاد الله تعالی، استغفار. دوم
ولم یصروا و من یغفر الذنوب الا الله. غیر از الله تعالی مگر کیه که ببخشه؟ و غیر از الله کسی نیست که ببخشه. کسی نیست. نه امامی نه پیغمبر، هیچ کی نمیتونه ببخشه. لا ملجأ الا الیه. نه ملجأ من الله الا الیه. جز الله تعالی هیچ کی نیست، فقط الله. پیش سر قبر اینم نرو، سر قبر اینم نرو. نیاز نیست پیش که زنگ بزنی، نیاز نیست پیش که واسطه بتراشی، نیاز نیست یا فلان به من ببخشه، بگو خدا بگو من ببخشه. نه. فانی قریب. الله تعالی میفهمد و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. هر وقت الله تعالی بندگان منو بخوان، من نزدیکم. ادعونی استجب لكم. منو بخواید استجابت میکنم. شما کی خواستین که من نکردم؟ مستقیم الله تعالی خودش میشنوه. و یاد الله تعالی استغفار ولم یصروا علی ما فعلوا. موقعی که یک خیلی نکته مهمیه، من وقتی که استغفار میکنم اینطوری نمیشه خب الان رمضانه، من 3-4 روز مونده، حالا بعد رمضان فعلا فیلم نگاه نمیکنم، بعد از رمضان باز شروع میکنم، فعلا صبر کنم حالا نمیرم فلان جا بعد از رمضان. نه، این بازی داره. این یکی از اسبابی که ما متاسفانه رمضان که خارج میشیم دوباره میشیم همون آدم قبل رمضان، اینه که تا ما در غیر رمضان نمیخوایم رمضانی باشیم. اصلا رمضان که میاد ما میگیم فقط فعلا این رمضان رو ما خوب باشیم، بعدش دوباره بد میشیم. ما نمیخوایم به همیشه خوب باشیم. رمضان به ما یاد داد که تو میتونی خوب باشی. تو میتونی نمازاتو سر وقت بخونی، میتونی روزه بگیری، میتونی قرآن بخونی، میتونی گناه نکنی. ولی نمیخوای. اگه من خارج از رمضانم بخوام مثل رمضان زندگی کنم نمیتونم. چرا نمیتونم؟ میتونم. وقتی در رمضان تونستم دیگه بعد از رمضان غیر رمضان میتونم. میتونم اگه همت بکنم. ولم یصروا علی ما فعلوا. اصرار نکنن بر انجام گناهان گذشتهشون. اون چیزی که انجام دادن نمیخوام دیگه انجام بدم. واقعا وقتی توبه میکنم خدا از صمیم قلب تصمیم میگیرم خدا من دیگه این گناه تکرار نمیکنم، دیگه گناهان گذشته رو ترک میکنم. احیانا شاید دوباره انسان و شیطان انسان رو فریب بده و بلغزه، اما باز توبه میکنم. این لباس من کثیف میشه، نمیخوام کثیفش کنم، اما میفته احیانا یه چیزی میفته روش کثیف میشه، دوباره میشورمش، پاکش میکنم. اگر لغزید انسان دوباره باید بلند بشه، دوباره توبه میکنم با همین شرایط، دوباره عزممو جزم میکنم که من گناه نمیکنم، ولو که افتادم باز بلند میشم. این مسیر میفته انسان، میلغزه انسان. جنگ دیگه، جنگ با فرزندان شیطان زخمی میشه، میفته. مهم اینه که از تلاش دست بر ندارم. همیشه باید سعی و تلاش داشته باشم. افتادم بلند میشم، میگم خدایا ببخش، بازم ببخش، بازم ببخش. 1 میلیون بار اگر گناه کردم باز بلند میشم، میگم خدایا بد کردم، منو ببخش. دوباره میام تا الله تعالی منو ببخشه و جز کسانی باشیم که الله تعالی توبه اونها رو قبول میکنه. و اگه توبه ما قبول شد دنیای ما قبل از آخرت آباد میشه. از فواید توبه کردن و استغفار اینه که درهای رحمت الله تعالی باز میشه. در دنیا الله تعالی برای ما نعمت میده، رحمتش رو سرازیر میکنه، لذت عبادت رو میچشیم و تمام نعمت‌های دنیا و آخرت نصیب ما میشه با استغفار کردن. در آخرت هم یک گلگشتی در بهشت داریم. بس اون اصلا خود به خود میگردیم، کامل میگردیم در بهشت. جزاکم الله خیر جناب استاد، استفاده کردیم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. بینندگان عزیز تا برنامه دیگه شما همه عزیزان رو به خداوند کریم میسپاریم. طاعت و عباداتتان قبول درگاه و هنگام افطاری و دعاهایتان مایان را هم از دعاهای نیکتان فراموش نکنید. خدایا رو نگهدارتان. جزاکم الله خیر جناب استاد. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك